بله، تیم ملی جمهوری اسلامی در حال تدارک برای رفتن به جام جهانیه که 109 روز دیگه توی آمریکا برگزار میشه. بر فرض که جمهوری اسلامی باشه تا اون موقع تو زمان جام جهانی، شما برین آمریکا چجوری میخواین با نفرت و خشم ایرانی‌ها که اونجا تو لس آنجلس هستن کنار بیاین؟ فشار زیادی رو روی شما وارد خواهند کرد. بنابراین فکر کنم که اصلا نرید اونجا، براتون خیلی بهتر باشه. محمد، این تیم جمهوری اسلامی دیگه اصلا فکر کنم دیگه اسمش نریم تیم ملی، تیم جمهوری اسلامی. اگر جمهوری اسلامی برقرارم باشه، روزگار بسیار سختی در انتظارشه و فکر کنم امیر قلعه‌ای اینو میدونه. باخته برای همشون باخته، چون به این دلیل که اگه نرن خب جام جهانی از دست میدن، اگه برن هم که تو آمریکا به قولی که دوستا کبابشون میکنن، ببخشید ضرب المثل به کار میبرم. چطور من نمیدونم، من واقعا تو فکر این بچه، من اصلا این فوتبالیست این دوره رو اصلا هیچ درکی ندارم. من خودم فوتبال بازی کردم، من خودم جوان از بودم. یک کوچکترین اپسیلون پولشون نمیخوام بگذارن. اصلا میگن گربه آسته میره آسته بیاد که گربه شاخش نزنه است. نه عزیز من، شما نمیتونی از این شرایط جان سالم به در ببرین. دیدن نادیده ها